زیباترین شهرهای دنیا کجان؟ شماره 10 سیدنی، استرالیا. آقا اینجا که هم شهر، هم جنگل، هم ساحل. میتونی صبح اپرا ببینی، ظهر بری شنا، شبم بری جشن. یه جور انرژی خاصی داره که نمیذاره خسته بشی. شماره 9 فلورانس، ایتالیا. میدونی چیه؟ فلورانس هر گوشش یه تابلوی نقاشیه. این شهر زاده هنر و رنسانسه، جایی که هر خیابون یه داستان قدیمیه. آدم دلش میخواد ساعتا تو کوچه‌هاش پرسه بزنه. شماره 8 بوداپست، مجارستان. اینجا کنار رود دانوبه که هوای شباش قصه ها داره. پلاشو که رد میشی حس میکنی توی فیلم رمانتیکی. کافه‌هاش هم که کلی حال میده برای یه شب خاص. شماره 7 استکهلم، سوئد. این شهر روی جزیره ها ساخته شده. کلی آب و سبزی وسط شهر. یه آرامش عجیبی داره. انگار همه چی با طبیعت قاطیه. مثل این میمونه که مدرن بودن و طبیعت داشتن همزمان شدنیه. شماره 6 سانتورینی، یونان. اینجا خونه ها سفیدن و سقفاش آبی، مثل کارت پستال میمونه. غروب که میشینی کنار دریا حس میکنی دنیای واقعی تو یه خواب شیرینه، یه جای خاص که نمیخوای زود ازش برگردی. شماره 5 کیپ تاون، آفریقای جنوبی. یه شهر که هم کوه داره هم ساحل. انگار طبیعت با شهر دست به دست هم دادن. وقتی جلوی کوه تیبل وای میستی کلی انرژی میگیری، جایی که میتونی هم تفریح کنی هم تو دل طبیعت باشی. شماره 4 بارسلونا، اسپانیا. حالا اینجا یه عالمه رنگ و انرژی داره. گاودی کارشو خوب بلده. هر ساختمون مثل یه اثر هنری. ساحلش هم که باعث میشه هیچ وقت حس نکنی یه شهر معمولیه. شماره 3 کیوتو، ژاپن. کیوتو مثل یه باغ آرامشه وسط یه دنیای شلوغ، با کلی معابد 1000 ساله و شکوفه های گیلاس. اینجا هر فصلی یه جادوی تازه داره. یه جاییه که دلت میخواد آروم باشی و فقط نفس بکشی. شماره 2 ونیز، ایتالیا. تصورشو بکن، یه شهر روی آب، قایق به جای ماشین، کوچه های پیچ در پیچ که هر قدمش یه کشف تازه است. گوندولا سواری تو کانالا یه تجربه یه دفعه‌ایه که نباید از دستش بدی. و در نهایت شماره 1 پاریس، فرانسه. آقا پاریس دیگه یه داستان جدیده. هر قدم که برمیداری پر از حس رمانتیک و ماجراجوییه. کافه های کوچیکش بوی قهوه و شیرینی تازه یه حس نوستالژیک و در عین حال مدرن میده. از برج ایفل گرفته تا کوچه های سنگ فرش، همه چیزش انگار یه فیلم عاشقانه است که تو نقش اولشی. به نظر تو قشنگترین نقطه این دنیا کجاست؟ دنبال کردن رادیواکتیو رو فراموش نکن که هر ویدیو اینجا خودش یه سفره.